ملیتسیا سید میروف استاد اکادمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 21 اکتبر در سن 68 از عالم چشم پوشید. به گفته نزدیکانش پلکوونیک میروف به علت انسولت جان باخته است. جنازه مرحوم را روز 22 اکتبر در زادگاهش دهه سبزکار جماعت گلستان نویه رودکی به خاک سپاریدند. سید میروف سال 1975 رشته شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده هنوز تا انقلاب اسلامی چند سال در ایران آن وقت شاهنشاهی کار کرده است. او بعدا سالهای زیاد در افغانستان ایفای وظیفه کرده. بعد برگشتنش چند سال در مکتب میانه رقم 80 در حضرت مولانا آموزگار زبان انگلیسی بود. سالهای آخر پلکوونیک سید میروف در اکادمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز درس زبان انگلیسی میداد. همکارانش از او همچون یک انسان زباندان و دانشمند و خاکسار و زمینی یاد میکنند و میگویند که با خرد و کلان چه به سن و چه به وظیفه و مقام یک بود و دست یاریش را از کسی دریغ نمیداشت. روانش شاد بود.